أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، دوستان عزیز، برادران خوران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مثل که به ما شما معلوم است، موضوع چنل ما شماست یادگیری یا آموزش سیرت جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و درس گذشته ما است. اولین صحابه کرام که ایمان آوردن، بعضی چیزهای مهم اونجا مانده بود و درس میخوایم که در درس و درس امروزی ماست که مراحل دعوت جناب رسول الله صلی الله علیه و آله که جناب رسول الله چی نوع دعوت تکتیک های دعوت را استفاده میکرد و به چی، مثل خداوند قرآن کریم گفته که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه، کدام حکمت را کار میگرفت، کدام چی نوع دعوت خود را پیش میبرد. 5 نوع است. و پیش از اینکه ما به مراحل دعوت جناب رسول الله بپردازیم، میایم به اولین که ما گفتیم که اول جناب رسول الله دعوت خصوصی که آغاز کرد به هر کس دعوت نمیداد. مثلا به ابولهب نرفت دعوت نداد، به ابوجهل دعوت نداد، به امیه بن خلف دعوت نداد، به عتبه، شیبه، این اشراف قریش بودن و کلان یا بزرگ قوم یا طایفه بودن و به اونا دعوت ندادن. به حجاج دعوت نمیدادن و به کسایی که به مکه، به شهر مکه به تجارت می آمدن، به اونا دعوت نمیدادن. تنها به دوستا و قارب نزدیکشان که سرشان اعتماد داشتن به اونا دعوت دادن و اونا پذیرفت دعوت شد. مثلا ابوبکر صدیق زمانی که گفت که ما رسول خدا هستم و به ما خداوند وحی داده، صدقت یا رسول الله. ابوبکر صدیق گفت که شما راست میگین. همونجا و به مو خاطر لقب ابوبکر صدیق داده. صدیق همینجا که لقب گرفته که تنها مازه که جناب رسول به ابوبکر گفت که ما پیغمبر خدا هستم و با ما آیات آمده و ما وحی می، جناب ابوبکر صدیق بدون کدام گفتگو قبول کرد که واقعا شما رسول خدا هستید. و اونجا گفتم که عبدالله بن مسعود، بلال بن رباح و عبدالرحمن بن عوف، این اکثر مردم ضعیف بودن. باز اینجا یک اصل است، یک قانون است که هرقل هم از ابو سفیان پرسان میکنه. هرقل امپراتور روم بود، یک امپراتور نیرومند و قدرتمند بود. جنابی که پیغمبر سلام به حاکمان دنیا نامه ها را نوشت، پس به هرقل هم یک نامه را روان کرد و هرقل را به اسلام دعوت کرد. باز هرقل یک مرد هوشیار بود و دین عیسویت هم خوب صحیح میفهمید، چون خودش عیسوی بود و مطالعه زیاد داشت. حکیم و دانا، حکیم خوب گفتن نمیدانیم، یعنی علم داشت، علمیت داشت نمو چی خود. باز جناب زمانی که جناب رسول الله برش نامه نوشت به خاطر که تحقیق کی را بازجویی کند و خود بفهمند که واقعیت است یا نخیر. باز ابو سفیان را خواستن به شام که کلان قریش بود، از سران قریش بود او وقت، و از ابو سفیان پرسید که این پیغمبر که دعوی پیغمبری میکنه، آیا کسایی که این را تعقیب میکنه یا به دین اسلام مشرف میشن، اینا مردم های قوی هستن یا ضعیف؟ مردم های قدرتمند هستن یا ضعیف؟ مردم های پولدار یا مالدار هستن یا غریب؟ ابو سفیان جواب داد که نه خیر، اکثریتی از اینها مردم های ضعیف، به قدرت و غریب هستند. باز هرقل گفت همونجا امپراتور روم که این گپ واقعیت است، چون واقعیت امر دایی است که دین واقعی کسایی میپذیره که اونا ضعیف باشند. مردم های قدرتمند دین را نپذیرند، به خاطر که قدرت هر کسی که در مقام باشه، اگر او والی باشه، رئیس جمهور باشه، وزیر باشه، معین باشه، یا دیگه در وقت که مثلا قبایل بود، کلان قبایل یا بزرگ قبایل یا رئیس قبیله، او در وقت وا بودن. و این وقت امروزی که هست رئیس جمهور، وزیر، کسایی که در قدرت هستن، اینا به آسانی نمیتونه که دین
یا یک تغییر اشکار در بین به خود بیاره، چون اما موقع مقام از دست میده یا شاید دیگه خطرات برش مواجه باشه و مردمایی که ضعیف هستن با اونا کدام مشکل نیست، چون چیزی از دست نمیده و زودتر قبول میکنن. و پیش از اینکه به 5 مرحله دعوت بپردازیم، چیز دیگه هم مهم است که به پیغمبر سلام جبرائیل علیه السلام آمد و وضو و نماز را برشان آموزش داد که چی رقم باید وضو گیره. باز پیغمبر سلام و صحابه کرام نشان داد و صحابه کرام تا هنوز به ما شما هم رسید. الحمدلله ما شما مسلمان هستیم، نماز میخوانیم و می طریقه را اول جبرائیل السلام وقتی خداوند پیش از اینکه نماز فرض شود پیغمبر السلام نماز میخواند و جبرائیل السلام آمد به پیغمبر السلام آموزش داد، یاد داد که چی رقم وضو بگیره و چی رقم نماز بخونه. بعدن باز زمانی که نماز بعد از سفر اسرا و المعراج که پیغمبر السلام در معراج رفت که باز در اونجا نماز فرض شد و پیش از این نماز 2 رکعتی بود، 4 رکعت یا 3 رکعت نماز نبود، مثل که نماز شام 3 رکعت است و نماز فرض و نماز شام پیشین دیگر و خوابتن 4 رکعت فرض است. و این 4 رکعتی بعد از زمانی که نماز حکم فرضیت نماز آمد بعد از او باز شد این 4 رکعتی شد، پیش از 2 رکعت نماز بود. بعد از این میم به مراحل دعوت جناب رسول الله. اولین مرحله دعوت جناب رسول الله که بود دعوت خصوصی بود. مرحله اول دعوت خصوصی. دعوت خصوصی به این معنی که جناب رسول الله گفت، پیشتر گفتیم که به هر کس نمیرفت، به بزرگان قریش نمیرفت، به حجاج که به حج می آمدن نمیرفت، به کسایی که به تجارت به مکه می آمدن به اونا نمیرفت، تنها به اقارب و دوستان نزدیک رفت و اسلام را برشان دعوت داد و اونا پذیرفتن. پس اسلام یک دین واقعی است، نمیخواد که مثلا پیغمبر اسلام و صحابه کرام دو ضعیف بود و ما شما مگه در این مرحله باشیم مثلا ضعیف هستیم، نمیتونیم که در مقابل ترامپ یا در مقابل مثلا دیگه کسایی که در قدرت هستن روبرو بریم و دعوت را اسلام را برشان دعوت بدیم. این از حکمت خالص جناب رسول الله هم این کارو میکرد و ما شما باید این کارو بکنیم. و اسلام نمیخواد که یک کسی کشته شود و یا ما شما خود بکشیم بدون کدام دستاورد که داشته باشیم، چون دو وقت پیغمبر صلی الله علیه و ضعیف بودن و قریش مکه در قدرت بودن، نمیتونستن که روبرو مواجه شوند. پس ما شما هم از این تکتیک یا روش دعوت جناب رسول الله تا امروز تا روز قیامت هم کار گرفته میتونیم. دوم مرحله دعوت عمومی بدون هیچ فرمان نظامی. و این اولی دعوت که دعوت خصوصی بود 3 سال در بر گرفت که پیغمبر اسلام خداوند متعال حکم میکرد که شما اگر مشرکین امراتان ظلم و ستم میکنه شما روی اسپشان بگردانید و هیچ دخالت نکنید در کارهای زیاد و این 3 سال دوام کرد. مرحله دوم که است ما شما پیشتر گفتیم که دعوت عمومی بدون هیچ فرمان نظامی دعوت بود به مردم، ولی فرمان نظامی نه، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله در مکه بودن و در مکه قریش در قدرت بودن، چون اینا به خاطر نظامی تحرکات نداشتن. ما شما ما می رقم هستیم دعوت عمومی بدون هیچ فرمان نظامی. اگر ضعیف باشیم مثلا مثل که حال هستیم ما نمیتونیم که با مردم های قدرتمند روبرو مسلحانه چی بکنیم، چون دعوت بتیم، چون در قدرت ما نیست، در وسع ما نیست. پس جناب رسول الله این شیوه دوم دعوت است که با ما شما نشان داده که چه رقم باید دعوت بتیم به مردم غیر مسلم یا مسلمان. و این حکم از حکمت هم خالی نیست. پس در این وقت چیزی بود که در اینجا یک ذره مشکلات و آزار دادن به صحابه کرام زیادتر شد، لطکوب می شدن صحابه کرام. مثلا هجرت حبشه اینجا به وقوع پیوست. جناب رسول الله به صحابه کرام فرمان دادن که شما در حبشه برین و جعفر بن ابو طالب کلان از بود یا رفتن در حبشه هجرت کردن و هیچ نوع دخالت سیاسی در حبشه نمیکردن جعفر و دیگه صحابه کرام، که اونجا نجاشی بادشاه بود یا حاکم بود.
بعدا چی طایب وقوع حادثه طایب به وقوع پیوست که جناب رسول الله از مکه ناامید شد به طایب رفتن و تحریم با بنی هاشم که فامیل یا خاندان جناب رسول الله تمام قریش چی کردن تحریم کردن 3 سال تحریم ادامه داشت که نه به بنی هاشم به خاندان بنی هاشم کدام عروسی صورت بگیرد و نه از اونا کدام دختر بگیرید نه شما برشان دختر بدین نه اسمشان کدام معامله تجاری باید امرشان شود نه اسمشان چیز خریداری کنین و نه چیز شما با اونا بپروشین و بعضی چیزها دیگه بود. پس 3 سال ابو طالب هم در تحریم شامل بود. تمام خانواده پیامبر اسلام کاکاهایشان بچهای کاکاشان همگی و این مرحله 10 سال دوام کرد که مرحله یک ذره مسلمانان در صحابه کرام زجر میدیدن مثلا اگر لطوکوب میکردن و مرحله سوم دعوت زبانی با جنگ فیزیکی فقط با یک گروه خاص که قریش بودن. این مرحله سوم بود. در این مرحله دعوت زبانی میداد ولی جنگ فیزیکی تنها با قریش میکردن. ما شما گفتیم پیشتر که در درس‌های قبلی که قریش با مسلمانان با صحابه کرام با پیامبر اسلام جناب رسول الله بسیار ظلم کردن، اونا را از مکه بیرون کردن. قصه مشهور عبدالرحمن بن عوف با ما شما یادآوری کردیم، بحث کردیم دربارش که عبدالرحمن بن عوف تنها در یک جور لباس از مکه به مدینه هجرت کردن، هیچ چیزی برشان نماندن، اسبشان گرفتن، خانهشان و هم اموالشان، حتی او تاجر بود پیسه نقدشان پول نقدشان گرفت از پیشان قریش و نماندن. به این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و کرام انتقام جویی خود میکرد و چیزی که از اینا گرفته بودن پس امرشان جنگ میکردن با همه مردم نه. مرحله چهارم شما فقط در صورت که نیاز برای دفاع حمله میکنید، یعنی دعوت اشکار و جنگ با یک گروه که قریش بودن. شما فقط در صورت نیاز برای دفاع حمله میکنید، شما سر کسی حمله نمیکنید. و این چیزی بود که از پیمان حدیبیه تا فتح مکه این دعوت مرحله چهارم دعوت بود و جناب رسول الله از پیش کار میگرفت. ما شما هم کار گرفته میتونیم. باز اینجا خداوند متعال آیات نازل که اینا فتحنا لک فتحا مبینا، یا رسول الله ما به شما کامیابی بزرگ دادیم، فتح بزرگ دادیم. حضرت عمر رضی الله میگه که ما در اینجا مفهوم از این آیات نفهمیدیم که هدف از چیست. ما خود در اشکار یا در ظاهرا ما هم مغلوب هستیم، چون در پیمان حدیبیه قسم پیمان شده بود که اگر هر مسلمان صحابی به قریش رفتن و پس برشان داده نمیشه، ولی اگر هر قریشی به اسلام روی آوردن اونا پس باید با ما بگردن. و شما این مثال باید به حج نبین. زیاد گپا بود. خب اونجا با زمان که در پیمان حدیبیه رسیدیم باز به تفصیل سرشان صحبت میکنیم انشاءالله. بعدا چی شد که باز امی پیمان حدیبیه با فتح مکه، با جنگ هونین، حتی با امپراتوری روم موته و اینجا را هموار کرد. امی و با امی خاطر خداوندم گفت که به شما فتح دادیم. و امی بود که باز امپراتوری اسلام دو امپراتوری روم و پارس را شکست دادن و در حدود 15 سال بدون کدام آموزش نظامی، بدون کدام اسلحه مدرن، ولی با ایمان و با قوت و با او رو در درس اولی ما شما گفتیم که کلی مردم برشان حیران است که چطور صحابه کرام توانستن که یا اسلام که از 1000 سال پیش سر تمام دنیا سرزمین حاکم باشند. و نوع پنجم یا مرحله پنجم دعوت اشکار همراه با درگیری فیزیکی. این مرحله بود که جناب رسول الله در قدرت بود. از مکه به مدینه هجرت کرد. جناب رسول الله خودش حاکم بود، بادشاه بود، قاضی بود، امام بود و بعضی امور دیگر در بین مردم فیصله میکردن و قانون های اونجا توصیف کردن که همه مردم مدینه که اگر اونا یهود هستن
یا مشرک هستند یا مسلمان هستند، همگی باید از مدینه دفاع کنند. بعضی قوانین را چه کردن، مثلا همه مردم در بین خود کدام اختلافات که در بین خود حل کنن، اگر کدام مشکل عمومی باشه با زور به ما بیاورن یا به حاکم باید بره که جناب رسول الله دو حاکم بود یا بادشاه بود یا قدرت داشت. خب همینجا درس ما با پایان میرسه. باز یک دفعه مختصرا یادآوری میکنم. مرحله اول دعوت خصوصی، مرحله دوم دعوت خصوصی، یعنی لازم است که با عموم مردم. اول دعوت خصوصی، دوم مرحله دوم که بود او چی بود؟ مرحله دوم دعوت عمومی بدون هیچ فرمان نظامی، و مرحله سوم دعوت بود که دعوت زبانی یا جنگ با جنگ فیزیکی فقط با یک گروه خاص که قریش بودن. مرحله چهارم شما فقط در صورت نیاز برای دفاع حمله میکنید. این چهارم مرحله بود. پنجم مرحله دعوت اشکار همراه با درگیری فیزیکی. هر کس که مخالفت اسلام میکرد فیزیکی درگیری فیزیکی با او انجام میگیره. همینجا درس امروزی ما با پایان میرسه. تا درس ایندا که باز در خدمت شما حاضر میشیم. شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.